خدایا این خشکی و قحطی کاری تو نیست و این سختگیری بر بندگان از بردباری تو نیست. چی آشکار شده بر تو که چشمه های تو کم آب شده است؟ آیا باده ها از فرمانبری تو روگردان شدند یا آنچه نزد دوست به پایان رسیده است؟ آیا خشمت بر گناهکاران شدت یافته است؟ آیا تو پیش از آفریدن معصیتکاران آمرزنده نبودی و رحمت را نیافریدی مگر به مهربانی دستور ندادی؟ آیا میخواهی با این سختگیری شوکت خود را به ما نشان دهی؟ آیا میترسی فرصتی از دست برود و ما نمیریم؟ قبل از آغاز ویدیو لازم به گفتنه که اگر به ویدیوهای این چنینی علاقمند هستید پس توی کانال ما عضو بشید و لایک و کامنت گذاشتن هم یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. 7 سال در بنی اسرائیل قحطی آمد. حضرت موسی علیه السلام با 70,000 نفر بیرون رفتند تا دعا کنند که باران بیاید. خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود: موسی، چگونه اجابت کنم دعای جمعیتی را که غرق در گناه هستند و گناهان بر ایشان سایه افکنده است و با خباثت باطن و غیر یقین مرا میخوانند و خود را از مجازات من امین میدانند. ای موسی، برگرد و برو به نزد یکی از بندگانم که به نام برخ که دعا نماید تا دعای او را بپذیرم. حضرت موسی علیه السلام در پی برخ رفت و او را پیدا نکرد تا اینکه روزی حضرت در کوچه عبور میکرد ناگهان به بنده سیاه‌پوستی برخورد کرد. در پیشانیش آثاری سجده نمود و چادری به خود پیچیده و گوشه آن را به پشت گردنش گره زده بود. حضرت موسی علیه السلام به نور خدا او را شناخت و بر او سلام کرد و گفت: اسمت چیست؟ گفت: اسم من برخ است. حضرت موسی علیه السلام گفت: مدتی در جستجوی تو بودیم، حال بیا برویم برای ما دعای باران بخوان. برخ به میان جمعیت آمد و چنین دعا کرد: خدایا این خشکی و قحطی کاری تو نیست و این سختگیری بر بندگان از بردباری تو نیست. چی آشکار شده بر تو که چشمه های تو کم آب شده است؟ آیا باده ها از فرمانبری تو روگردان شدند یا آنچه نزد دوست به پایان رسیده است؟ آیا خشمت بر گناهکاران شدت یافته است؟ آیا تو پیش از آفریدن معصیتکاران آمرزنده نبودی و رحمت را نیافریدی مگر به مهربانی دستور ندادی؟ آیا میخواهی با این سختگیری شوکت خود را به ما نشان دهی؟ آیا میترسی فرصتی از دست برود و ما نمیریم؟ پس قبل از مردن ما در کیفر شتاب نمودی؟ هنوز برخ نرفته بود که باران رحمت خدا سرازیر شد و بارش بنی اسرائیل را فرا گرفت. برخ در بازگشت به حضرت موسی علیه السلام گفت: دیدی چگونه با پروردگار مشاجره کردم و او چگونه با من لطف و انصاف نمود؟ از بزرگترین الطاف الهی بر بندگان این است که اسرار عموم مردم را پنهان نگه داشته و باطنها را بر یکدیگر پوشیده می نماید تا از اسرار و نقشه های درونی آگاهی نیابند. بنابراین به زندگی و ارتباط در امور و گونه عادی مشغول هستند. اگر پرده‌کشی بر ظاهری اعمال انسانها نبود، اجتماع متلاشی شده و کار به سختی می‌کشید و هیچ کس میل و علاقه به رابطه قلبی نداشت و بیشتر بندگان خدا از این نعمت نهانی آگاه نیستند و نمی‌دانند که آبروی فردی و اجتماعی آنان در گرو رحمت الهی است. اگر روزی گوشه ای از این پرده برای رسوایی یا آزمایش کنار رود، هیچ کسی قدرت زندگی با دیگران حتی با نزدیکان خود را نخواهد داشت. دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خداوند پاکی قلب به همه ما و شما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. تا ویدیوی بعدی با کلی اطلاعات جالب و جذاب دیگه شما را به الله مهربان میسپارم. ممنون که کانال بهزاد تیوی را دنبال میکنید. شاد و موفق باشید.